همچون محافلی و از همچون شخصیت‌های اگر یک روز و روز هم برای 100 ساعت در رأس جناب والی سید و فرهنگ جلسه‌ای با شعار ولی و هر جای وقت داشته باشند که این محفل بزرگتر شده در دوران مولانا صورت بگیره و صورت‌های گرانبهای بزرگوارا را که دارن حرفی برای گفتن دستاوردهای از جاها دارن از جاهای گذشته‌ها دارن برای مردم گفته شود تا خدای نخواسته از خواسته و فراموشی سپرده نشود. چون بحث جهاد و شهادت هست امروز تقریباً 3-4 دقیقه پیش قرار شد نه صحبت داشته باشم تا قبلا در جریان نبوده. وقتی بحث جهاد و شهادت هاست اگر برگردیم به این که چی دستاوردهای جهاد داشته که بعضی از انسانهای ضعیف میگویند که خب جهاد دیروز دستاورد نداشت، جهاد با انگلیس‌ها دستاورد نداشت، واقعاً ضعیف هستند. اگر نیاکان شما در برابر انگلیس‌ها به جهاد نمی‌خواستند شما کشوری به نام افغانستان نداشتید. اگر شماها در برابر شوروی اگر قدرت دنیا در اون روز و پا نمی‌خواستید خون نمی‌دادید آواره نمی‌شدید امروز کشوری نداشتید. من از صورتهای جناب افغانی به یاد یک تعداد از جوانمردان این سرزمین انداخت که گفتم صحبتی داشته باشم. موضوع اوکراینی که جناب افغانی یاد آور شده‌اند اگر این را به بحث می‌گذاریم لحظه‌ای بشینیم پیش خود فکر بکنیم واقعاً ما بود داد مردانی که در برابر انگلیس‌ها مبارزه کردند و در برابر شوروی‌ها مبارزه کردند و در برابر ناتو مبارزه کردند ما واقعاً غفلت می‌کنیم. ما شکرانمون نیمت نمی‌کنیم. روز اشغالگر شوروی بر قدرت دنیا و افغانستان تجارت شرکت کرد که ارتش افغانستان پلیس افغانستان تعدادی هم بیرق سرخ نقل میکردن به شمال. اما رازمردانی از این سرزمین خیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. دوستان عزیز، برادران انجمن، علما، محاسن سیدان، مجاهدین، اراکین و مسئولین امارت اسلامی و تشکیلی حاضرین در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اولتر از همه سالروز شهادت افتخار امیر المؤمنین شیخ صادق منصور رحمت الله علیه را صمیم قلب برای امیر المؤمنین حفظه الله و مسئولین نظام خصوصا مسئولین محلی و کافه ملت مظلوم افغانستان تبریک و تسلیت عرض می‌دارم. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی بدن کباب شده حضرت امیرالمؤمنین صاحب را و پیشگاه خویش قبول فرموده همراه
دارد که در این راستا از بزرگمردانی مثل ایشان صحبت بیشتر باشه و نظرسنجی بشه، نتیجه گیری بشه که اونهایی که پروانه‌وار و خاطر اعلای کلمت الله جانهای شیرینشان را با آتش‌های بسیار خطرناکی نیمرودهای برق سوزاندند. چه هدف داشتند؟ الخير هو على كل شيء قدير. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صدق الله العظيم. حضار نهایت گرامی، علمای کرام، مسئولین، مجاهدین، مستفیدان، مجاهدین دو دوره مبارزه در برابر ابرقدرت‌های جهانی، شخصیت‌های ملی، جوانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یاد شهدا یکی از مجاب دینی، میهنی و فکری انسان‌های مخلص، صادق، متدین و تندرست است. در جایگاه شهدا صحبت‌های بسیار همجانبه شد. دقیقاً که شهید مولا اختر محمد منصور در شرایط مسئولیت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مجاهدین به دوش گرفته نهایت حقیر و حساس بود. دقیقاً در چنین شرایطی چنین مسئولیت بزرگ به دوش کشیدن کار آسانی نیست. رهبریت‌های مختلفی در جهان وجود دارد، انتخابات هاست، کلان‌های قومی است، مردم عاشقند، پشت امید و جایگاه دارد، امکانات دارد، فران و کپوسها دارد، ولی رهبریت دینی و نظامی و بحث جهاد کار آسانی نیست. اللهم تعالی همه شهدا، خصوص شهدای مبارزه در برابر امپراتوری بزرگ روسیه و امریکا با همقطاران شهدای احد و بدر حشر بکنه. خوشا به حال کسی که در این راه آزادی، نشر دین، دفاع از ارزش‌های دینی جان داد و مقام بزرگی شهادت نایل شد. و خوشا به حال کسایی که خیال دارند افتخاری مبارزه در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی دارند و هدفمندانه سربلند به زندگی خود ادامه میدن و به انحراف و کجی قدم نگذاشتند. من صحبت‌های طولانی ندارم، فقط چند نکته میخوام اشاره بکنم. یکی که هدف از تدویر جلسه که بیشتر میبینم چهره‌های شخصیت‌های جهادی دو دوره جهاد و مردمی ملی بزرگان هستند. به چه خاطر جمع شدیم؟ هدف از تدویر چیست؟ طبعا واضح است که یادبودی از شهدا و این هم به یک هدف بزرگ و ایست که ما شکرانه این نعمت بزرگ باید در حضور خدا داشته باشیم که نعمتی که الحمدلله ملت مظلوم افغانستان شامل حال ما شده نتیجه مبارزات و قهرمانی های چنین اشخاصی بوده است که جان دادن یا معیوب شدن، معلول شدن و این روز آزادی، استقلال و نظام اسلامی که در سطح منطقه بی‌نظیر هست برنامه آورده است. درست است چالش ها و مشکلات وجود دارد، کار به کار دارد، صبر و حوصله به کار دارد،
بینش و درایت بیشتر به کار دارد. این واقعیت ها هست. و نکته ای که خدمت شما عرض کنم، من نیست یک مسئول در یک نهادی علمی. عزیز شد وقتی فرمان امیرالمومنین حفظه الله میرسه، بیشتر من که تجربه دارم هر نظام از برون میباشه. خب شما دیدید واضح است. بیشترین تأکیدات سر اصلاحات درونی است و این بود امارت اسلامی است. هر که میخواهید هر چه کار کرده باشید مطابق با هدف و آرمانها برقرار بگذارید. باور بکنید قسم به خدا که هر حکم میخواد خصوصی در حق از این بزرگ مرد دعا میکنید. من یعنی طبیعتا تکرار نکنم، آدمی هستم که خیلی چی ندارم بگم و پشتو بگم گفتان واقعیت من از یک مسئولیت نگاه میکنم.